اگر دانه چیا بخورید چه اتفاقی برای بدن شما میفته؟ 1. راحت تر وزن کم میکنید. دانه چیا سرشار از فیبر محلوله که در هنگام برخورد با آب به شکل ژله در میاد و به کنترل اشتهای شما کمک میکنه. 2. نفس بهتری خواهید داشت. دانه چیا دارای خواص ضد باکتریایی و نفس شما رو تازه میکنه و حتی زخم‌های دهان شما رو درمان میکنه. 3. هضم بهتر. فیبر موجود در دانه چیا باکتریای خوب روده رو تغذیه میکنه و باعث میشه دچار یبوست نشید. 4. دندان‌ها و استخوان‌هاتون رو تقویت کنید. دانه چیا یک منبع عالی از مواد مغذیه که برای سلامت دندان‌ها و استخوان‌ها ضروریه. کلسیم موجود در دانه چیا باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ها میشه. 5. خوابتون رو بهبود بدید. دانه چیا به طور طبیعی سرشار از آمینو اسیدهاست که نقش کلیدی در تولید سروتونین هورمون خواب داره. 6. مغز سالمی خواهید داشت. دانه چیا منبع عالی امگا 3 هستش که برای عملکرد مغز ضروریه. بنابراین تمرکز و حافظه شما رو بهبود میده. اگر از این پست خوشت اومد لایک و سیو کن و بفرست برای دوستات.